این معلم یهو وارد دستشویی مدرسه میشه و به بچه‌ها میگه سیگاراشونو خاموش کنن و از دستشویی گمشن بیرون. بعد خودش وارد یکی از توالت‌ها میشه و یه دوربین مخفی توی سیفون دستشویی پیدا میکنه. وقتی آقای هان فیلم دوربین رو چک میکنه میبینه دوربین توسط معلم هنر نصب شده. پس سری میره خونه معلم هنر تا کتکش بزنه، اما یهو صدای جیغ یه دختر رو از داخل خونه میشنوه. هان با مشت در خونه رو میشکنه و به زور وارد خونه میشه، چون اون فقط یه معلم معمولی نیست بلکه یه بوکسور حرفه‌ایه که توی یه دعوا 3 تا از دنده‌های رئیس خودش رو شکون و از سر کارش اخراج شده و مجبور شد به عنوان یه معلم ورزش ساده به این مدرسه دخترونه بیاد. اما توی روز اول کاریش یه دختر اتفاقی بهش خورد و محکم افتاد روی زمین. دخترها بهش چشم قره زدن و گفتن اون بیشتر شبیه گنگستراست و معلما، و بعدم رفتن پیش معلم هنر مدرسه و از خوشتیپیش تعریف کردن. اما فردا صبح